درود بینندگان عزیز، برنامه خبری رادیو زودی است که مستقیما پیشنهاد شما می شود. شالوی گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان. امروز 24 ینور این موضوع ها را داریم. چهره‌ها همان ولی وظیفه‌هایشان عوض شد. وزیر معارف تاجیکستان کمیته تلویزیون و رادیو رفت. در دیگر وزارت‌ها نیز از یک کرسی به کرسی دیگر نشستند. میخواست در ارکستری حربی کار کند اما به بیمارخانه روحی افتاد. مادری نو سرباز ادعا دارد که پسرشرو در ارتش بیمار کردند. هسپتال اومدم من نموندم. من گفتم برای چی من نمیمونی تو؟ بچه میبردی تو خیلی گری تو مونه تو. من بچه میدارم بینم که بچه میچیم خورد. و وزارت تندرستی تاجیکستان سر و صدا درباره ورود ویروسی نوی چینی به کشور را بی‌اساس خواند. امروز وزارت معارف و علم تاجیکستان صاحب رهبری نو شد. نوردین سعید وزیری همکنون سابق این نهاد رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین گردید. در دیگر وزارت و نهادهای تاجیکستان نیز با فرمان پرزیدنت تغییرات کادری به عمل آمد که طبق آن اساساً منصبداران فعلی از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذاشتند. جایگزینی کادرهای کنونی چند روز بعد از اجلاس وسیع حکومتی صورت میگیرد. مولا یوسفی با تفصیلات بیشتر. روز 24 ینور همچنین نوردین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان هم از مقامش برکنار و رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین گردید. با کرسی نوردین سعید به وظیفه وزیر معارف تاجیکستان محمد یوسف امامزاده آمد که تا این دم رکورد دانشگاه ملی بود. نوردین سعید از سال 2012 وزیر معارف تاجیکستان می باشد. روز 24 ینور همچنین شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز کرسیش را از دست داد. به جای آقای آرومبگزاده به کرسی وزیر فرهنگ زلفیه دولتزاده آمد که تا این دم معاون رئیس کمیته کارگزاران و عائله بود. اینچنین در پی تغییرات‌های کادری در حکومت تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده از مقامش از وزیری رشد اقتصاد و سودا برکنار و یاردمچی رئیس جمهور در امور اقتصاد تعیین گردید. به کرسی حکمت الله زاده معاون او زوق زاده آمد. مولا یوسفی تحمین حکیم و آزادی دوشنبه. رادیوی آزادی با دو کارشناس درباره تغییرات‌های اخیر صحبت کرد و آنها گفتند که تغییرات‌ها کاری حکومت را بهتر نمی‌کند. یکی از آنها وزیر معارف را مثال آورد. از نوردین سعید همین توقع را دارند که نه برای مردم بلکه برای حکومت خدمت کند و نوردین سعید در وزارت معارف همین کار را کرد. نتوانست که مشکلاتی ساحه معارف را از بین برد، اما توانست که این مشکلات را زیر پرده پنهان کند. تا زمانی که نوردین سعید وزیر معارف شد ما می‌دانستیم که چندین هزار معلم نمی‌رسد، چقدر کتابی درسی نمی‌رسد. نوردین سعید زمانی که وزیر معارف شد نشان داد که گویا که هیچ مشکلاتی وجود ندارد، گویا این مشکلات برهم خوردند، اما مشکلات همچنان باقی است. عبدالملک قدیرов تحلیلگر توجیک نیز بر این است که از یک مقام به مقام دیگر کوچیدن منصبداران تجربه خوب نیست. اصلا سالهای آخر اونقدری که من مشاهده میکنم اکثریت تغییرات کادری در دایره همون مردم صورت میگیرد که در حکومت هستند، یعنی که از یک جا به یک جای دیگر میپرند. به قولی که تاقچه پرک شدند این کادرها و ما همه وقت میگم، سال گذشته هم گفته بودم که از تغییریابی جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمییابد متاسفانه. همین لحظه ها قرار است در جلسه اعضای مجلس ملی تاجیکستان معلوم شود که دوستان کل یوسف رحمان در منصبش میماند یا میرود. سال 2020 مهلت 5 ساله یوسف رحمان به این منصب به پایان میرسد. طبق قانونگذاری تاجیکستان دوستان کل تنها با رضایت وکیلان پالاتای بالایی پارلمان تعیین کرده می شود. رو میاریم به موضوع دیگر. مادر یک سرباز از ولایت سوغد میگوید پسرش را بعد 2 ماه خدمت در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند. حالا نو سرباز در بیمارخانه روحی نویه رودکی معالجه میگیرد. به ادعای نزدیکان این جوان 23 ساله او را طریق ابله و در موسم دعوت تیرماهی امسال به خدمت بردند و به چنین حالت افتاد. ولی وزارت دفاع برعکس میگوید این سرباز دغلی کرده و نسبتش چاراندیشی می شود. زرنگیز نوروشو این قضیه رو تحقیق کرد. این مادر 2 ماه اخیر بین ناحیه عینی و دوشنبه سرگردان است. حالا با عیادت پسرش به شفاخانه بیماری‌های روحی آمده است.
با ادعای این مادر پسری 23 ساله‌اش را در دعوتی تیرماهی به ارتش بردند و حالا از گپ مانده است و کسی را نمی‌شناسد. هسپتال اومدم من نموندم. من گفتم برای چی من نمیمونی تو؟ بچه میبردی تو خیلی گری تو مونه تو. من بچه میدارم بینم که بچه هیچی میخورد. بچه ما هیچی اقل بچه اوچی هم تو گپ نمیتوند که گپ زند. زبون ندارد که گپ زند. کل زدگی زونی بچه میگرفتگی با میونی بچه زدگی اینا گفتن غلطیدگی. من با خویل نمودم. ابراهیم نیازов سال گذشته دانشگاه دولتی صنعت را در دوشنبه ختم کرد و حدوداً 3 ماه پیش به گفته نزدیکانش او را غیر قانونی به ارتش بردند. والدان میگویند ابراهیم را که برای کار در یک ارکستر حربی حجت سپرده بود به جای قبول به کار از روی فریب به ارتش فرستادند. گفتن که اوچا شما منو مبارکت کنید که من فرمونم بروندی. من رفته کار میبرم. تلفن خودم دستشون دادم. حتی که شما که اگر رفتید تلفن من کار که درو میده تلفن من ایر کنید. گفتم بچه‌م به یک خرسندی انجامشون گرفت و اومدم. اما در پاسخ به نامه نزدیکان سرباز به وزارت دفاع گفته شده است که ابراهیم را قانونی به خدمت حربی جلب کردند. به ادعای نزدیکان سرباز بعد از 6 روز خدمت در یک قسم حربی نیروهای سرحدی در ناحیه 5 او را در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند و بعد مدت به شفاخانه بیماری‌های روحی در ناحیه رودکی روان کردند. به نزدیکان ابراهیم در قسم حربی گفتند که او بیماری روحی داشت و خود را از آشیانه دوم پرتافته است. وقتی که من رفته دیدم من اینجاش شرم نزال خوب بود چی بود که جسیوگش بدنش چند جاش خراشت داشت و داشت کمتر آغلش بند بود. بعد حادثه نزدیکان ابراهیم بعد دستگاه ریاست جمهوری دادستان حربی و وزارت مدافعه نامه نوشته شکایت بردند که با فرزند سالم آنها چی کردند. دادستان حربی از دادستان نظامی دوشنبه خواسته است که قضیه را همه‌جانبه و خالصانه تحقیق کند. گفتند که ما فکر کردیم وی همین جنایت ما مثلا چوراندیشی کردیم تحقیق کردیم مثلا. در بیمارخانه روحی به رادیوی آزادی گفتند وضع سرباز چندان بد نیست و تشخیص او ادامه دارد. به گفته یک مسئول این بیمارخانه طبیبان باید مشخص کنند که ابراهیم واقعا بیماری روحی است یا وانمود میکند. کمیته رشد سیاحی تاجیکستان با فرستادن یک نامه از شرکت‌های جهانگردی کشور خواسته است که از فرستادن شهروندان به چین موقتا خودداری نمایند. هزارها شهروندان تاجیکستان با تقاضای کار و تحصیل و یا تجارت به این کشور رو و آمد می‌کنند. طبق معلومات اخیر شماره قربانیان ویروسی روی نفس در چین به 26 نفر و تعداد گرفتاران به 849 نفر رسیده است. با آنکه ویروس نو به کشورهای دیگر نیز راه یافته است، ساکنان در تاجیکستان به تهلکه افتادند. با دنبال نگرانی‌ها از انتقال احتمالی ویروس چینی به تاجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی کشور اعلام نمود که چنین ویروس به کشور وارد نشده است. این نهاد میگوید سر و صداها درباره واردشوی ویروس چینی به کشور بی اساسند. تا امروز ویروس کرونا ویروس به قید گرفته نشده است و عین زمان نیست تا امروز وضعیت تحت نظارت قرار دارد. خوشبختانه یگون حالت به قید گرفته نشده است و دیگر اینکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان در رابطه است و همه لحظه همه ساعت وضعیت همین ویروس را در جهان می آموزند. احتمال وارد شدن ویروس خطرناک چینی به تاجیکستان ساکنان کشور را نگران کرده است. ویروس از اینترنت اخبار. مسئولان وزارت تندرستی کشور چنین آوازه ها را به پایه خوانده میگویند نباید ساکنان در تهلکه بیفتند. در فرودگاه‌های بین‌المللی جمهوری تجهیزات‌های ضروری از قبیل تپلویزر و ترماسکانر نصب کرده شدند که هر یک شهروندی که هر یک مسافری که از جمهوری مردم چین به جمهوری تاجیکستان وارد کرده می شود توسط این ترماسکانر و تپلویزر گذرانده می شود. متخصصان مقامات تندرستی تاکید میکنند که در هر صورت ساکنان باید از احتیاط کار گیرند و در مورد روبرو شدن به نشانه‌های چون تب بلند، درد سر، درد گلو، التهاب شدید راه نفس و سلفه‌های خشک و نمناک باید به طبیبان محلی زیستشان
فوراً مراجعت نمایند. بینندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه ما به شما از تغییرات کادری در وزارت تاجیکستان خبر دادیم. درباره به بیمارخانه روحی افتادن یک نفر سرباز تاجیک نیز گزارش داشتیم. واکنش مقامات تندرستی تاجیکستان به نگرانی ساکنان از ویروسی نوی چینی یکی از دیگر مطلب‌های ما بود. حالا یک آگاهی داریم، بعد آن برنامه را ادامه می‌دهیم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در ناحیه فرخور چند ساکنی یک بینای استقامتی شکایت دارند که همسایه‌های طبقه اول زندگیشان را مشکل کردند. طرف دیگری بحث میگوید برای استفاده زمین سند دارند. مقامات محلی برای حل نزاع همسایه‌ها علاج نمی‌یابند. محمود جان رحمتزاده با همه جانب‌ها صحبت کرد و گزارش را مومن احمدی تقدیم شما میکند. دیوار برداشتنی ҳавлӣ назди бинои ду ошиёна дар Фархор ҷанҷоли ҳамсоягонро ба миён оварда аст. сокинони ошиёнаи дуввум даъво доранд ки ҳавлӣ барои истифодаи умум аст ва касе ҳақ надорад онро шахсӣ кунад. миоянд коргарои ҳукумат ира намепурсанд. чиба намепурсанд ёра? ёан замини обшида зиндагӣ доранд. ҳавлии биноро сокинони ошиёнаҳои аввал девор бардошта роҳ ва майдончаи кӯдаконро банд карданд. ساکنان این کوچه سنگک سفروفی ناحیه فرخور میگویند دعوایشان به مقامات تا حال نتیجه نداده است. 5 ساله که همجا مراجعت میکنیم تمام مقامات ناحیه یگان کس چورای ما را نمیبینه. ما میخوایم که همجا همه چپه شود، خوی شود، جای بازیکنی گلکا، یک پاسوختار شود، دیره بین یک دراشکه خالی داریم. یگان چی نداریم. همین خونه را خریدیم پشیمون هزار شدیم. میفهمیدیم خونه دعوایی شریعتی ما نمیکردیم. ما بشینم بخیزم دختر من میگم که چی دم خونه را خریدی. ساکنانی که حولی بینا را دیوار برداشتند در نوبت خود میگویند حجت دارند ولی کسی از آنها حاضر نشد در نزد کامیرا صحبت کند. ساکنان این بیناها بغیر از آنی که از حولی بینا محرومند عادی ترین شرایط بهداشتی ندارند. آب را از کوچه میکشند، قبوری آبگذر ندارند و از حاجتخانه هایی که در کوچه ساختند استفاده میبرند. ما یگان شرایط نداریم، نه نگاه کنید یگان شرایط یکم اتاج بیو همه جورا ضبط کرده گرفتن غیر قانونی دیم اتاج یگان شرایط نداریم. ما در دیم اتاج زندگی میکنم، در درون ما نه آوی رفتن داریم نه آوی نوشوکی داریم، یگان شرایطی زندگی کردن نداریم. جای اوپارتو نداریم. در همون میکنیم آب شبو دام و نه با آب شام میگیریم تا میپرتیم. در حکومت ناحیه فرخور بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل ساکنان با خبرند. با گفته ولی رحیمов رئیس جماعت شهرک فرخور آنهایی که حولی بیناها را دیوار برداشتند حجت دارند. ساکنان میگویند تا حل شدن مشکلشان از دعوا دست نمیکشند. و یک خبر دیگر نیز داریم. فیزیکدان و کیهانشناس معروف توجیک خورسند ایبودینوف شب 23 ینور در سن 76 سالگی بر اثر بیماری در دوشنبه درگذشت. ایبودینوف از علمان شناخته علم‌های فیزیک و متماتیک در کشور بود. او برای چندین سال در مقام دیرکتور انستیتوت استروفیزیکای اکادمی علم‌های تاجیکستان کار کرده است. بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین خبر به پایان میبریم. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر خواستید گزارش‌های روز و جالب رو تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بروید. امیدوارم دو روز استراحت شما خوب و خاطرمند میگذرد. تا صحبت نوبتی در هفته نو، خدا نگهدارتان.